چگونه موقعی پیدا کردیم که در این آفتاب تابان با پیامبر نازنین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چشم نور شده و الله مهربان حمد و ستایش میکنیم که این گناه پیامبر نازنین الله را هدایت کرد، الله را توفیق داد، الله را مرحمت کرد که ما از این پیامبر نازنین پیروی میکنیم و دعوای امتی داریم. از الله بسیار مهربان خواهان و سمت خداوند تا زمانی که برای ما و شما خدای مهربان مهلت داده است، وقت داده است، از این راه پاک، از این راه درست منحرف نشویم. و از الله مهربان خواهان و سمت خدای مهربان همیشه در دلهای ما هم محبت و هم ترس را نگه دارد. زیرا محبت الله هم برادران عزیز برای ما خیر دارد، هم ترس الله هم برای ما خیر دارد. و از الله مهربان خواهان هستم که خداوند باز هم میل شما را، محبت های شما را، خواهش های شما را و سوی دین خدا زیاد بگرداند. برادران خیلی عزیز و گرامی، در این لحظه های بسیار غنیمت گوییم که الله مهربان ترحمش هست که در این مارکه ها، در این خیلی زیبا و آبادگی خدای مهربان بندگانش رو سبب کرده بود و اینکه این کنیت رو ما رسیدیم. از این لحظه ها استفاده بوده و به خاطر باز هم تقویت ایمان، به خاطر باز هم ذوق شوق و مسئول دین خدا زیاد شدن، من میخواستم به شما سخن بسیار بلند و بسیار زیبای حضرت عثمان رضی الله عنه که داماد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که عثمان ذی‌النورین میگفتند. عثمان ذی‌النورین، ذی‌النورین به معنای صاحب دو نور. این دو نور دو دختر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نوبت و نوبت زنی حضرت عثمان بودند. از این خاطر او صاحب دو نور میگفتند. خوشبخت‌ترین بنده خدا که داماد پیامبر باشید. خوشبخت‌ترین بنده که وقتی هفته ها خاندان پیامبر برادران عزیز چیزی از گوییم خوردنی نبود، بار حضرت آمد که در بالای دسترخوانش یک دستی گوسفند پختگی. وقتی این دید درهای فاطمه را پیدا کرد، آمدن نشستن، از این خوراکی بسیار بالذت تناول کردن. بعد تناول کردن پرسید این از جانب کی بود؟ گفتن از خانه عثمان آموز است. حضرت میگن در حال از شبه باشند. گاه محل‌های بود که پیامبر گرامی در حتی بعضی امتاش یک دعا میکرد. محل‌های بود که الله مهربان برای پیامبر اون محل‌ها را بسیار یک محل‌های با برکت گردانیده بود. بعد شبه داشت بود خداوندا من از عثمان راضی شدم، تو هم از عثمان راضی باش. این دعاهای نیک برادران عزیز به نصیب هر کس هم نمیشید. این نصیب داماد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان و از 10 یار بهشتی هم برادران عزیز یکیش
حضرت عثمان ذی‌النورین بودن. خلاص برادران عزیز، اینها نفرهایی بودن که الله راضیگیش از اینها اعلام کرده بود که من از این نفرهایی که در اطراف تو هستن، اصحاب تو هستن، من از اینها راضی هستم. خوشبخت‌ترین بندگان خدا. سخن بسیار بلند دارد برادران عزیز و گرامی. من می‌خواهم درباره سخن حضرت عثمان با شما یک دقیقه‌های نزدیک صحبت داشته باشم. حضرت عثمان برادران عزیز فرمود: خمسون هن علامة المتقین. در کدام از شما برادرای عزیز، برادرایی که صدای بر میشنوید یا منبر صدای بر به سبب این ثبتایی که میشوند منبر میشنوید، بعضی هایی که اینجا حضور ندارد میشنوند، شما دانید که حضرت عثمان فرمود در کدامی از امتهای پیامبر 5 چیز اگر جمع شد میتونید که وی را شخص متقی بگویید. متقی برادران عزیز در مردم تاجیکی ما و شما کلمه تقوا را استفاده میبریم. میگیم بسیار زنی با تقوا هست یا میگیم بسیار مردی با تقوا هست.